سمندر قطعی همه جلوش نگاه میشم آدرس کنه نبینم مخدو بجای مدرن بود مخدو خیلی اما مدرن فکر میکردم یعنی اوانی که خودت خور بودی انمو دوام عمر خود مثال مهر و محبت خود بعد که از مادر برنامه اپا بخشیدگی بودی مقصد می اومد بالای سرتون نگه خیلی نزدیکترین شخص بود در زندگی تو مقصد که تو خیلی فرزنده که خونه خودتون بی خیلی ریمون کدگی خونه مثال پدر تو یکم اومده شرایط نداره من دیگه خیسته نتونم چشمون نیست دالینی قند فلج همه خلاص شده رحیم پروداکشن. سلام علیکم برادران. این ویدیوی ما آدمایی در تعلق داره که در روسیه قرار دارن. ما اینطوری оборудование داریم برای перекрытие میگن манолит. خلاصه стойка, унивилка, треног برادرایی که در стройкан میدونن نمایی را کمی стройка. замок, щитой آهنی, فانیر, мелкий щитовой میگن мелкий щитовой. لسه доставка داریم. خلاصه من نمایی را همش را اسپید نمیکنم در این ویدیو همه چیز نشون داده نمیتونم میخریم میفروشیم ارنده میتیم برادرایی که باشن مراجعت کنن با دوستان عزیز احتراماً خواهش میکنم هر کسی که در کره همین برادر عزیز دستگیری کنین بهترین میشوه تا که برای زندگیش با یک لقمه نان حلال میاد در فدراسیون روسیه حاضر که همه شانس داره همه کسی دستگیری میکنیم هر کسی که در کره منالی در ریختن دیگر چیزای استرویکا هر کسی که میدونه همین یک زنگ زنین بهترین میشوه این نام کانال رحیم پروداکشن پرسن بهترین میشه ان شاء الله برادر قدردانای آدرس موسکووسکی اوبلاست چخوفسکی رایون. السلام علیکم دوستان عزیز هواداران سامانه رحیم پروداکشن و سمندر پرو. دوستان عزیز امروز ما قرار داریم در ناحیه فرخار جماعت ظفر دهه نوبادی بالا در خانه سمندر یعنی به نام تخلص سمندر کچاک امروز میداریم یک روز سمندر در قشلاق منظور شما میگردونیم که عین حال سمندر در قشلاق چیکار میکنه و زندگیش چه خیلی برادران عزیز از همه احتراماً خواهش میکنم با صبر تا آخر برنامه تماشا کنین ما را همسفر برنامه نوبتی باشین. رفتیم خانه سمندر شو باز میبینیم عیناً سمندر خشش سلید نکرده یا همون دهخانه قدی کوچه باز میبینیم یا پیشکی دیده سمندر ما نمیدونم که دستیروب دارم محکم کنم السلام علیکم سمندر کجا داری؟ امو چرا؟ تدکیو را کیسای روز کیسای تدکیو را روز کیسای اجازت های بدروی؟ ها؟ ای رحمت کجا داری که بیام برای چون کجا برای؟ انا دوستان عزیز با فکرم این جانی سمندر بود خوزی پیش سمندر خودش میره انا دوستان عزیز این منزلی میبینید جای زیستی سمندر کچاک این ماشین میبینید اینا بانو سمندر زنی دیگه میگه اگر ینگم درک بیا که این دائما بسیار از خود کنه با فکر کپاش دود کرده گه بیا اما چه کیسی سلام علیکم خیر آب کامرا نمیگردی سلام علیکم این فرصت را استفاده بردن در کن انا دوستان عزیز امروز ما به لیداربینی برادر عزیز سمندر جان رسیدیم و اول سخن با سمندر نمیتیم اول میپرسیم که برای چی مسیجه از سمیه جیان پرسیدم گفت که سمندر با سوار و دیگ طبیعی مشغول شده سای چو کردی سیجه این چو کسی سمندر جان؟ رحیم جان خیلی که بفتون برنامه بیا سلام علیکم سلام علیکم دوستان برادران خوبه سلامتی خوبه زنده باشین روز یک شنبه نون داریم با اون خاطر این قشلاق خرکه این تماشاگران ما همش قشلاق روسیه کار بود مثلا ای شمارم کلی شما میفهمن مقصد که یه هفته پیشکی آوردن در کارای موندن در کارای که دیگه روز جمعه شنبه یک شنبه نمیویورا چی نام باشه سمندر جان یگان نون خیریه کسی چی گپای یک ماه پیش یک ماه 4 روز چیز خریدم اپاشکار ایده سودیم نور رحمتی اپا یا چیلو ما که مقصد اون
بنام خدا پیشکی اومدن که چرا اگم بیمار بودن سمندر جون؟ بابا یک 5 ماه 6 ماه کرد. امروز صحبتی که ما میکنم شخصا از زندگی خودم سمندر نه. امروز همچون راوی برنامه ما یک شخصی بیگانه با سمندر سوال پیشونیاد میکنم. چون که زندگی پشت پردگی سمندر ما میدونم چیه، در اویلش چی گذشته، چی مشکل زندگی داره، چی خرسندی زندگی. لیک امروز دیگر کار منظور شما میگردونیم ماست در زندگی سمندر. انمو سمندری که در روی اکران شما میبینین میگن هر روز خنده داره، لیک در پشت این خنده ها این چهره های موفق چندین غم و اندوه دیگره که امروز همین غم و اندوه انمی درد غم سمندر کرد. دوستان عزیز بیا قصه درناک سمندر از زبان شیرین خودش میشنویم. بیا قصه زندگی خدا. شاید که بسیار نفرون میدونن که خودت زاده کجا هستی، چند ساله هستی، صاحب زندگی. مختصرا با تماشابینان شبکه یک پاسخ میگردوندی در مسئله حیات و روزگار زندگی خودت. مقصد چه مثلا اگه بدن اگه جا بدن ما اویلادور هستی نیستی، چند ساله هستی همیرا aynı farkhor fikr mekim gibi bisiyor میدونن تولد 96 یکیم سال میشه زنگیری ما خیلی سال فرزند هستیم. خیلی زندگی همین خیلی نه که همین قمه زندگی که در یوتیوب که دیگران میبینم دیگه چیزای زندگی در حیات مقصد امروز ما پیش بودیم دیگه چیزای با ما خاطر هیچ وقت نه اینکه خم در نظر دارم هم مرا هنرمندا که در یوتیوب دیده با اون نتین هم خچی بسنیم. تمام. سمندر در اویله چند نفر هستی؟ ما در اویله 6 بچه ایم 3 دختر. 6 بچه 3 دختر؟ بله. خودم ایده کم کنجکی. کنجکی ها؟ پدر مادر در قید حیات؟ نه ما صنفی 5 بدم مادرم گذشت. خیلی پدرم هست. پدر هستی. یک نواری چندین ماه پیش ما دیدیم که نزدی پدر میروه. یک جای میروه که دعای پدر، یک سخن پدر، یک درد دل پدر، یک آب چشم پدر ما در آن نوار مشاهده کردیم. پس برای چی پدر مثال این قدر یک شخصی بزرگ، یک شخصی هست که تا این درجه را انمی قوت توانایی شما پدر هست مثال. همون حالت چی حالت بود که برای مردم نشون داده و احساس دل انم مردم بیدار شد. شاید که بسیار نفرها پدرشون را زنگ نمیزدن، پدرشون را سراغ نمیکردن، بعد همون نوار زنگ زدگی باشن. این حال ما در نزد حوله شما پدر شما را نمیبینیم. مقصد رحیم جون زندگی ما میدونی چی خیلی وقتی که مادر ما گذشت خیلی پدرم باز زنگ گرفتن زندگی پدر ما الهیده مثل با زن و فرزندی با اویلای نو بنیاد کردن. بعد مادرم مقصد یک چند گپای شیده با اینکه امروز سمندر رو میبینیم مثالی کت و کوچه میبینیم این سوزش میبینیم نسبت پدر به پرها با هم خودی خواست من نواری بکنم که مقصد همون نوار هم کردیم گفتم با هم خودی را چیزی کردم که بفهمم که مقصد ما انشالله که تا وقتی که هستیم در اون پیشی خاک پای پدر میبریم مقصد. بله یعنی ما نوار کردن شما با هم خاطر بود که سخنهای بعضی شخصیت های هستن که برگوش شما میرسن یا یک کسی میوره که سمندر باعث این قدر افتخار، باعث این قدر نام و این قدر منصب شد، لیک پدر در یک جای زندگی میکنه یک عذابی داره مثال یک بار از احوال پدر با خبر نمیشود. این سخنهایی که از زبان مردم میبروید. بله هم خیلی چیزا شنیدیم. خیلی که ما شخصا برای مردم پدر محرمت احترام نمیکنم. شخصا من برای آینده خودم برای او دنیا برای یک کف داشت میکنم. با خدا قسم مردم میگه گپای اینترس اشتگی با خدا ما گودال نیستیم دیگه که با گپی مردم گوش بکنیم. سمندر جان گفتن که یک ماه و 4 روز پیش یعنی اپای شما بندگی کردن. اولا ما از همه پادشاه احترامانه خواهش میکنم که در حق اپای شما دعاگو باشن چون که هر یک انسانی که دنیا را پدرود میگه یگانه چیزی که میمونه در حقش دعا کردن یک کف دعای نیک در حق نمی اپای عزیز. با هم خاطر دوستان عزیز چی گفتنیم که میخوام که با سمندر دو سوال کنم. از همه روزی خوشبخت‌ترین در حیاتتون گپ زنین، از همه روزی که وزمین‌ترین در حیات از همین دو تا خواین یکم خوشبختش گپ زنین یا بدبختش. مثلا یک چیزی که هر یک از پستی و بلندی و عذاب زندگی داره کو مقصد شخصا من ای روزی که به دنیا اومدم با خدا نمیدونم خوشبختی من
هیچی گفتن نمیتونم چون که خوشبختی ما دور دوام نمیکنه شخص ما را به خدا دور دوام نمیکنه مقصد آشکارا گپ زنید بعضا وقتا مقصد فکر میکردم که ما در اویله مقصد 6 بچه‌ایم شگریالان مهربان 3 دختریم هستیم هرچند که مقصد مادری ما گذشتگی بود اکوی ما کار ما که اینجا که مقصد ما مایده دوستیم چور بودم حرکت کوشش میکردن که مقصد ما را نرنجانن کوشش میکردن که ما حس نکنم میموندیم مقصد سیرانو در دقیقا مثال میفهمن نفره که مثال نیست بودنشون بله بعد هم وقتا میگفتم که مثال شگری خدا کمی ما 9 نفریم مثال یکم تایمو کم نشدیم ای برادر و اپا و مثال اکو خیلی مقصد نه یک همو میشه که خیلی یا پامونای دست دادیم کلونی مونای دست دادیم ده یعنی بعدی مادر تو میخواند آمد بخدو بجای مادر بود بخدو خیلی اما مادر رو فکر میکردم ده یعنی اوانی که خودت خور بودی اما دمامی عمری خود مثال مهر و محبت خود بعد که از مادر برنامه اپا بخشیدگی بودی مقصد می اومد بالای سرتون نگه خیلی نزدیکترین شخص بود در زندگیتون سلامت باشی سمندر جان یک حالت خوشبختی زندگی نمیدونم بخدا گفتم که خوشبختیام با قدر دوام نمیکنه که ما دبورش بگم سلامت باشی سمندر جان امروز محض ما با نمو خاطر اومدیم به خواهش دیری پدپسشکار انمو شخصیت هایی که هر روز میخواستن که از زندگی پشت پردگی شما آگاه باشن امروز یک روزی هست که من فکر میکنم که برای بسیار نفرها خوب و بهتر شد که شاید که در دیگر برنامه خودت گپ زدگی باشید لیک شد روشن هر یک انسان سیری دلش ما شخصا صنعتکار بلاگر از اون خلقیم هر چیزی که مثال هیچ وقت زندگی پشت پردگیت را پنهان کرده نمیشه خواه نخواه چیزی که در روی اکران دروغ میگوی یا روز فاش میشه امروز چی را برای ما پیشنهاد میکنی میتونیم امروز ما بعد دوربینی پدر شما رویم ما وقتی که نورا سماور را دیگه بگه آورده سودان اونجا خیلی نیا داشتم سری رفتم با کانت هم مزهشون نیست روز که نیا داشتم بگه میرم خیلی به خاطری که مثلا وقت شما نمیگیرم بر وقت ترک میریم مثال نوارتون بکنین چه خیلی گفته که ما بلوگران مثال از اون خلقیم وقتی که همه رو آورده استیم نفرهای هسته که میخندند یا که نام بلوگره ایزوی دیگه کشتی است نمیدونه که او بلوگر مقصد در دروش چی داره او بلوگر مقصد بلوگری ما را خوشبخت نمیکنه او علاوه که چیزی را بخواه مقصد چیزی که او علاوه بخواه او گفته گپا که ولی درزای پلت فایده نمیکنه بله با هم خاطر راه رودای و پوپشی دریدگی زگا پو دستم گفتگا بسوبسیا چی واریانتی که ما را دیدین ما را همون گفتگا بوران اختم فکر کنیم چقدر امروز لباس نداری پگاه چرکای روزگاش دریدگی روزگاش پیاده پگاه با ماشینی همون چیزی هست همون چیزی ما انا برای دوستان عزیز میریم بعدی دوربینی پدری سمندر جان و میخوایم که از زبان پدر یک دو سخنی که اویدی سمندر جان ایوم خوردیشه اگر که پدر تا قدر امکان تونن کمی صحبت کنیم اگر نتونن یک هفته‌اش برای ما بسنده فقط الله یار و مددگارتون خیر خوش نمیکنیم انتظاری دوام برنامه‌شین رفتیم ماشین ما خط میریم چی خطی بریم بامی خیر بولتون که خدمتی انا دوستان عزیز ما را سپار شدیم به خانه پدری سمندر جان پدری سمندر جان دوستان عزیز در یک جای زندگی میکنه که مثل دچای همه خلاصه از قشلاق زیاده 200-300 متر دورتره که لیک جوش خوب و بهتره و انشالله که حاضر میریم بعدی دوربینی پدر جان چی گفتن سمندر جان مقصد دچا یعنی که شپنگ بسیار چپکنده میگن هست ده هر قشلاق یک تایی هست همون چیز این همون وقتای پیش موندگی نه همون وقتای پیش بود این وقتای ما هم گفته گفت که هر قریب 20 سال میشه آدم ای اویلش چند تا فرزند داره سمندر جان
دو دختر داره و یک بچه. همراه این فرزندان رفت آمد دارین یگان جنگ و فهمی نیستن؟ همه 100% رفت آمد از شکری خدا. دوستان عزیز این منزل زیستی پدر سمندر جان، یک جای خوب و زیبا. اینه انا دوستان عزیز شکلی که ما گفتیم در سرشایی برنامه بعد دورگیری پدری سمندر جان بازی وارد خانه میشیم. ما پدر سمندر و نگفتن عمر دوستان عزیز پدر ما خدا زید نیستن در نوار کردن ما. اگه ما خم در نداشتیم اومدیم دور اومدیم و زید بدیم خیر رفتیم توکل بر خدا. خیلی خطا فهمیدم میشونه که پدر خطی کنه. بیر برادر رو نکشم که برادر رو بینن خیلی جا را 20 نفر رو در قشلاق جای مویگیری هست، جای خوب هست، خیلی جای استراحتی هست. هر کسی که اگه باشه حس میکنه این پنجره این رشوتکه این سیمخورایی میبینن یا بوی وطن برادران عزیز. هزار قصر داشته باشه به یک خیلی زمین رحیم جان ما چرا بگم پیش در اومدم ما یک نوار کرده بودم خطی پدرم صحبت کرده بودیم. سوالم خیلی شد که مقصد که تو خیلی فرزنده که خونه خودت نبی خیلی ریمون کردگی خونه مثلا پدر تو یکم اومده شرایط نداره. یعنی بحث اوید یعنی منزلی که این حال در مقصد گفتن که مثلا میخواد این منزلی دویمی نیست، این منزل هم گفته گپا که شخصی نیست. با هم خاطر اینجا گفته گپا که اول اجازه ریمونت هم نیست. اولش دیمش که همون خونه که شما دیدین همون خونه پدری ما های. هر لحظه که میخوام میروه. ای سببه که ما در خونه گفتم که اویلم 15 سال پیش که مقصد مادر ما صرف 4 بودم گذاشت پدر ما که اینجا که اومد ای سببه که در خونه ما 3 تا کلین 4 تا کلین بود. خری 15 16 گودک بود. این خونه اینمی خیلی بود. اوزی در خونه 2 نفر 3 نفرای. مقصد خونه پر بام خاطر زندگی را خواستن در اینجا بگذارن. او یگم این جای دویمی نیست مقصد. دوستان عزیز درست بفهمین. در زندگی هر یک شخصیت میشه این خیلی جا در قید نیست برای منزل کردن. باز یک خونه با حشمت میکنی پگه دیدی که چپاش کرده. با همین خاطر این یک جای است برای پدر چیش خوبه که هوای تازه باغ رو این پدر همه را با خون دیل جدا مهنت های دست پدر اینقدر باغ رو میبینین همین پدر کرده یا هیچ گونه نمیخوای را پرتویا برا همین خلاصه برادرم ای باور میکنی پدر ما مزاج نیست دوی میاد در دستش بل نمیخلی یا سیو شنودیسه یا که نوک شنودیسه خیلی ولی بغور هم نشون میتیم و تماشا میکنیم. رفتیم. انا دوستان عزیز ما نیز اومدیم به خونه اکی رحمت الله یعنی پدری سمندر. حاضر دوستان عزیز میبینیم که پدری سمندر جان چی سخن میگه چی دعا میته بحری پتیچکو بر یعنی اون نفری که تا حاضر تماشا کرده نه آخر ویدیو را اجرا داشتن که همراه پدری سمندر چی صحبت میشه. اکی رحمت الله جان خوبی تنجی؟ سلامتی ها خوبن؟ وارا شناختی رحیم بچه اکی روشن؟ اینمی اینمی پتیچکو از خود اومدیم که یک دعای پدرانه بودی به خاطر سمندر به خاطر فرزند. خدا سمندر قطعی همه جلوش نگاه بشم دست که نبینم حیات چطور دست بالا باشم در بین دوستاش تنج کار کنه بگردن. خداوند الله اکبر. هزار رحمت سمندر جان. خوش به حالت که بهترین پدر نصیب شدگی انشالله که دعای مادر هرچند که مادر در حق دعا کرده باشه یک حالتی بود که در یاد نداشتیم مقصد آزی که مادر در پیش باشه بالای سر میگردونش لیک تقدیر خدمت زندگی الحمدلله امروز که دعای پدر میگیری خداوند با همه چی نایل میگردونه. دانم الله بمبرم ان شاء الله که دعاش نصیب کن گرفته سم ان شاء الله تا خیرک همه خیلی همه یک کاف دوغو بتونم داده دیگه دیده حال ما دیگه خسته نتونم رفته نتونم چشمون نیست دالینی قند فلج همه خلاص شدم حالی هم هزار با شکرم قصدم پیش میوه رحمت کلان تقدیر من همی بده هیچی نمیکنه. بله انشالله همش خوب میشه. خیلی پدر بسیار غم نمیتیم سلامتیش هم خوب نیست همین قدر جواره ما کفایه که یک هفته دعا داد. هزار رحمت اکر رحمت الله جان پناه به خدا خیلی ما میده میریم اکر خوش آمدین. خدا نگهبانتون شما. الله اکبر. خداوند دست کم نبینین. آمین. انا دوستان عزیز امروز هم خوشحال هستیم که چیکار کردیم با دعای پدر سمندر
مشرف شدیم. یک پدر مهربان، یک پدری که در دل علف‌ها داشت، امروز یک معنی همه شما را دعا داد. این خوشبخت‌ترین هر یک شخصیت که دعای دل خواه پدر را میگیره و خوشبخت‌ترین انسان. دوستان عزیز، با همین خاطر در آخر برنامه سمندر جان چی گفتن با کل تماشاگران شبکه رحیم پروداکشن، با کل تماشاگران شبکه خدمت یعنی سمندر پرو، مقصد که برادر عزیز با خدا اینجا هیچ گفتن نمیدونم چی بگم. با خدا یا آدمی که یک گپ 10 نمودگاه میزنه با خدا چی گفتن نمیتونم. خدا نگهبان شما باشه، سلامت باشین، سربلند باشین. این نوارا رحیم جان روزی که بگم خودم در نقشه داشتم که یک روز مقصد من در مسئله سوال و جواب که همین گفتم که نشد امسال خونه سوال میتن زندگی خودم برنامه کردنی بدم. با هم خاطر اگر که راضی باشی من این برنامه مقصد در کانال خودم استفاده ببرم، در کانال خودم بپرتم که تو که پادپیشگوی ما هم بدونه که مقصد همین سوالو در کانال ما بنیاد بسیار بود یک کردنی بدم دیگه نکنم همین چیزا و همین را من مقصد بپرتم پادپیشگوی ما ببینم. بهتر خوبتر میشه و دوستان عزیز هم پادپیشگوی سمندر ببینن هم پادپیشگوی ما. پادپیشگوی ما الکی بیگانه نیست، بسیار هم در آبونه هم در ما. هر چی گفتنیم دوستان عزیز که هر چیزی که دلتون میخواد در کامنتر نویسین، شما حق دارین دوستان عزیز. لیک هر یک چیزی را مینویسین اول فکر کنید خداوند یگان کسا پدرش مثال دزانه نکنه، یک کاری آسان نیست. هر یک از در دل میخواد که پدر خطی مادر در نزدش باشه، لیک تقدیر الهی یگان چینده میشه. با همین خاطر دوستان عزیز خیر تا برنامه آینده دستگیر نسبت یعنی برنامه در نداریم.